مرشاد یادته؟ جان چی؟ این مپو داداش من موقع این مپ آریکس جی تی 710 داشتم. منم یادم نیست داداش. منم جی تی 460 داشتم. یه از این بهتر. این مود اولی که اومد فوق‌العاده همه توش ترای هارد بودن. بعد شیلد و اینا پیدا نمیشه. گانا دمیجی که میده عجیب غریبه، یعنی تو 1 ثانیه اگه شیلد نداشته باشی واقعا 1 ثانیه، مخصوصا تو مود بیلدش که 50 تا یه اکسترا نداری، تو 1 ثانیه میمیری. چرا رو من لند کردی؟ چون بمیری ها؟ بیا بسکش یکی خوبت اومد شد؟ داره همین دیالوگا رو با هم میره. ماشینا کار نمیکنن حسین. نه دیگه داداش، ماشینا رو قیافه هاشون رو ببین، اونا بیا به نظر بیا 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 حسین این اومد. حسین این اومد مثل عجل معلق اومد رو من سرم. این دوتا رو زدم دارم میام پیشه. بابا خب یه رو به من اینا رو اسکل کردم. تو میخواستی بیای الان 7 بار اومدی. داداش درگیر شدم باز به خدا. کجان؟ اینا دیدم. آه آها آها اصلا این دعواشون هم شد. دعوا گرفتن با این یارو. تو اول اینو بزن. بهترین نتیجه برای تیم ما. شما هنوز شیلد ندیدم میبینی. بکت همون مارک آبی. دقیقا مارک آبی. بیا. این یار داره. هنوزم نیومد این پشت نه. نه چپ این یارشه. اصلا معلومه این کاره نیست. بزن فوقوشش. دیگه بذارید ریوایوش کنم این بچه رو. فوجیه 57 تا خورد. وای چی زد بهم. خوردم. کاور نه بگیر. اینو کشتن. داره میاد درون. آها پشمام. بیا تو. برو درم. یه پلیر داره میاد روت. داون شد یکی. بله بیتراس یک این همون. نکن دیگه بابا. یک زد کمرم اینجا. حسین اونو دارم میزنم. یکه میام پشت این بردی. داونه. میام من این ور ناک کردم. از اون ور شهر یکی میای داره بهم پیشم؟ میزنه. واسه دقیقه اینو بکشم. او آیتم ها رو این مود ولی یه تیم رومه. بکمون خونه بکیه رو زدم. برد. آره داره میاد. اسکارشو بیا بردار. این پشته مرد. آی گراندی دارانه چه. منم زد. وات بابا مگه یه اسکرت زدی. با